تصور کنید صبح از خواب بیدار میشید، دست دراز میکنید سمت گوشی و اولین چیزی که جلوی چشمتون میاد یه تیتر سنگین و بزرگ و ترسناکه. انفجار بزرگ در ایران، حمله نیروهای نظامی به پایتخت، بحران اقتصادی. ناخودآگاه قلب تندتر میزنه، ذهنمون پر میشه از سناریوهای تاریک و هنوز روزمون شروع نشده اضطراب مثل موجی همه چیز رو میبله. این فقط یه واکنش احساسی نیست، این مغز ماست که همون مسیرهای قدیمی تکاملی رو فعال میکنه. سیستم جنگ یا فرار. هورمون کورتیزول بالا میره، عضلات سفت میشن و بدن آماده مقابله با تهدید میشه. حتی اگه اون تهدید فقط روی صفحه موبایل باشه. در واقع ما هنوز با مغزی زندگی میکنیم که اجدادمون در دل طبیعت وحشی داشتن. تنها تفاوت اینه که شکل تهدید عوض شده، اما واکنش بدن هنوز همونه. و اینجاست که سوال اصلی پیش میاد. ما چطور میتونیم در دنیایی پر از خبرهای منفی آرامشمون رو حفظ کنیم و نگذاریم اضطراب زندگیمون رو ببله؟ توی این ویدیو دقیقاً به همین موضوع میپردازیم و به شما قول میدم اگه تا پایان همراه باشید یاد میگیرید چطور با 3 روش علمی و کاربردی ذهنتون رو آروم کنید و اخبار منفی رو راحت‌تر هضم کنید بدون اینکه اسیرشون بشید. من علی هستم و به یه ویدیوی دیگه از کانالم خوش اومدید. اینجا جاییه که با هم درباره موضوعات روانشناسی، جامعه شناسی و رشد فردی صحبت میکنیم. چیزهایی که مستقیم روی کیفیت زندگیمون تأثیر میذارن. هدف ما اینه که قدم به قدم یاد بگیریم چطور ذهنی آرومتر، نگاهی عمیق‌تر و زندگی معنادارتری داشته باشیم و در نهایت تبدیل بشیم به نسخه بهتری از خودمون. اگه به این نوع از محتوا علاقه‌مندید، خوشحال میشم همین الان چنلم رو سابسکرایب کنید و تیک زنگوله رو فعال کنید. خب بریم سراغ ادامه این ویدیو. چرا اخبار بد انقدر در ذهن ما باقی میمونه؟ مغز انسان یه ویژگی جالب ولی در عین حال آزاردهنده داره. بایاس منفی. یعنی شما یه خبر خوب رو میخونید، 10 دقیقه بعدش فراموش میکنید. ولی همون یه خبر بد ممکنه ساعتها در ذهنمون بچرخه. چرا؟ چون مغز به طور پیشفرض برای بقا ساخته شده، نه برای آرامش. اجداد ما اگر فقط یک بار خطر رو نادیده میگرفتن ممکن بود جونشون رو از دست بدن. اما اگه بارها اشتباهی فکر میکردن خطر در کمینه، نهایتش فقط کمی اضطراب میکشیدن. همین باعث شد مغز ما یاد بگیره خبرهای بد رو بزرگتر از واقعیتشون نشون بده تا خیال خودش رو راحت کنه. برای مثال وقتی میشنوید قیمت دلار بالا رفته یا یه بیماری جدید شیوع پیدا کرده، حتی اگه مستقیما به شما مربوط نباشه، مغزمون بلا فاصله به سراغ بدترین سناریوها میره. نکنه من نتونم اجاره خونه رو بدم، اگه این بیماری به شهر ما برسه چی؟ اینجا شما با یه واقعیت بیرونی طرف نیستید، بلکه با داستانهایی که ذهنتون میسازه درگیر میشید که در اغلب موارد شاید بشه گفت بالای 90% اوقات اون اتفاق هرگز برای شما رخ نخواهد داد. حالا سوال اصلی اینجاست، وقتی مغز ما اینطور سیمکشی شده، آیا ما محکوم به نگرانی و اضطراب هستیم؟ پاسخ به این سوال منفیه. شما نمیتونید جلوی ورود اخبار بد به زندگیتون رو بگیرید، اما میتونید نحوه پردازشش رو تغییر بدید. تحقیقات عصب شناسی نشون داده وقتی ما آگاهانه خودمون رو از غرق شدن در سناریوهای ذهنی بیرون میکشیم، مثلا با یک مکث کوتاه، چند نفس عمیق یا حتی نوشتن افکار روی کاغذ، فعالیت بخش آمیگدال مغز یعنی مرکز ترس کاهش پیدا میکنه و قشر پیشانی که همون مرکز منطق و تصمیم گیری فعالتر میشه. به زبان ساده تر شما میتونید از مغز هیجانی به مغز تحلیلی سویچ کنید. برای مثال فرض کنید بنابر چند استدلال خبر احتمال جنگ رو میشنوید. اگه در همون لحظه به ترس اجازه بدید فرمان زندگی رو در دست بگیره، ممکنه تمام روزتون رو با نگرانی و بی‌عملی هدر بدید. اما اگه به خودتون بگید خب این یه داده است، در حال حاضر چه کاری از دست من برمیاد؟ آیا من میتونم به تنهایی جلوی این اتفاق رو بگیرم؟ اون وقت تبدیل به انسانی میشید که به جای قربانی شدن کنترل رو دوباره در دست میگیره. هرچند گفتن این نکته خالی از لطف نیست. به طور کلی خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها معمولاً طوری تیتر میزنن یا خبر رو روایت میکنن که ناخودآگاه حس ترس، اضطراب و یا حتی اجبار به دنبال کردن خبر در ما ایجاد بشه. دلیلش هم روشنه.
هرچه ما بیشتر روی خبر مکث کنیم یا دنبال ادامه اون بریم، آمار بازدید و در نهایت سود رسانه بالاتر میره. یکی از مهمترین کارهایی که میتونیم انجام بدیم، میزان مصرف اخبارمون رو مدیریت کنیم. بذارید راحت بگم، مغز ما مثل اسفنج نیست که هر چقدر هم خبر منفی ببینه خسته نشه. ظرفیت محدودی داره. شاید تجربه کرده باشید. یک بار برای اینکه آگاه باشید، شروع کردید همه شبکه‌های خبری و کانال‌ها رو دنبال کردید. بعد از یه ساعت به جای اینکه آگاه تر بشید، فقط پر از اضطراب شدید. تحقیقات نشون داده افرادی که مرتب اخبار منفی رو دنبال میکنن احتمال بیشتری برای افسردگی و اضطراب دارن. در واقع شما دارید خودتون رو در معرض بمباران اطلاعاتی قرار میدید که هیچ کنترلی هم روش ندارید. راه حل ساده است. زمان مشخصی رو برای پیگیری اخبار بذارید. مثلا روزی فقط 20 دقیقه. اون هم از منابع معتبر. اینطوری هم با خبر میمونید و هم ذهنتون اجازه استراحت پیدا میکنه. یکی دیگه از راه‌های مقابله با اخبار منفی تکنیک بازچیدمان ذهنیه یا همون کاگنیتیو ریفریمینگ. یعنی ما یاد بگیریم یه اتفاق یا خبر رو از زاویه دیگه‌ای ببینیم. مثلا وقتی خبر گرونی یا بحران اقتصادی میاد، واکنش اولیه‌مون ترسه. همه چیز بدتر میشه. اما اگه ذهنمون رو آموزش بدیم که بپرسه خب چه چیزی تحت کنترل منه؟ من الان چه تغییری میتونم ایجاد کنم؟ اینجا داریم زاویه دیدمون رو عوض میکنیم. مطالعات نشون داده افرادی که این مهارت رو تمرین میکنن کمتر دچار نشخوار ذهنی میشن. چون به جای غرق شدن توی فاجعه ذهنشون دنبال راه حل میگرده. این بازچیدمان میتونه حتی ساده تر هم باشه. به جای اینکه بگیم چرا دنیا اینقدر سیاهه، بگیم این شرایط بهم یاد داد چطور مقاوم باشم. حالا یه نکته مهمی که باید در نظر داشته باشیم اینه که حتی وقتی یاد میگیریم زاویه دیدمون رو عوض کنیم و ذهنمون رو بازچیدمان کنیم، هنوز هم بدنمون میتونه اون اضطراب رو نگه داره. در واقع ذهن و بدن یه چرخه کامل هستن. اگه فقط روی ذهن کار کنیم و بدن رو فراموش کنیم، باز هم استرس راه خودش رو پیدا میکنه. برای همین باید بریم سراغ بخش بعدی، یعنی قدرت بدن در آرام کردن ذهن. خیلی وقتا ما فکر میکنیم نگرانی فقط ذهنیه، اما واقعیت اینه که بدن ما کلید اصلی کنترل ذهنه. مثلا وقتی خبر بد میشنویم، همونطور که گفتیم ضربان قلب بالا میره، تنفس تندتر میشه. حالا اگه شما آگاهانه شروع کنید به نفسهای عمیق و آرام، پیغام برعکسی به مغز فرستاده میشه که خطر جدی وجود نداره. این مسئله رو نوروساینس کاملا تایید کرده. تمرین‌هایی مثل تنفس دیافراگمی یا حتی یه پیاده روی ساده سطح کورتیزول رو پایین میاره و باعث میشه ذهنتون دوباره شفاف بشه. یه مثال خیلی عینی که بارها شنیدید، وقتی کسی خیلی استرس داره بهش میگن یه لیوان آب بخور یا چند نفس عمیق بکش. این توصیه قدیمی ریشه علمی داره. پس دفعه بعد که با اخبار منفی بمبارون شدین، یادتون باشه بدنتون میتونه دروازه‌ای باشه برای خاموش کردن چرخه اضطراب. تا اینجا ما بیشتر از زاویه شخصی به موضوع نگاه کردیم. اما نباید فراموش کنیم که اخبار بد فقط مسئله فردی نیست، بلکه به همه انسان‌های مربوط میشه که در اون جامعه زندگی میکنن. و درست همینجاست که به یکی از مهمترین و در عین حال نادیده گرفته شده ترین ابزارها میرسیم. گفتگو و همدلی با دیگران. وقتی اخبار منفی رو به تنهایی هضم میکنیم، ذهنمون کم کم شبیه به یه اتاق تاریک و بسته میشه. هر فکر منفی بارها و بارها توی ذهن ما میپیچه و پژواکش بلندتر میشه. اما همین که با کسی حرف میزنیم، اون چرخه پژواک میشکنه. شنیده شدن مثل روشن کردن یه چراغ کوچیک توی همون اتاق تاریکه. وقتی همون موضوع رو با یه دوست و یا خانواده و یا حتی گروه کوچکی از آدم‌ها به اشتراک میذاریم، معجزه رخ میده و بار ذهنی سبکتر میشه. روانشناسان به این میگن سوشیال بافرینگ، یعنی حمایت اجتماعی مثل یه سپر جلوی ضربه‌های روانی رو میگیره. برای مثال در دوران کرونا، کسایی که مرتب با دوستان یا خانوادهشون حرف میزدن، حتی به صورت آنلاین، سطح اضطرابشون به طور محسوسی کمتر بود. پس اگه خبری شما رو تحت فشار گذاشت، سکوت نکنید. گفتنش باعث نمیشه خبر عوض بشه، اما باعث میشه ذهنتون احساس کنه تنها نیست. خب رسیدیم به انتهای این ویدیو.
تا الان فهمیدیم که چرا مغز جذب اخبار منفی میشه و بدنمون با نگرانی واکنش نشون میده. اما نکته مهم اینجاست. ما نمیتونیم دنیا رو از خبرهای بد خالی کنیم. ولی میتونیم ذهنمون رو طوری تربیت کنیم که زیر فشار اونها له نشه. این همون مهارتیه که هر کسی میتونه یاد بگیره و شما همین امروز اولین قدم‌هاشو برداشتید. حالا شما این 3 ابزار رو در اختیار دارید. محدود کردن مصرف اخبار، بازچیدمان ذهن، استفاده از بدن و گفتگو برای آرامسازی. خب حالا به عنوان سوال پایانی برام تو کامنت ها بنویسید که شما چطور بعد از شنیدن اخبار منفی و ناراحت کننده خودتون رو کنترل میکنید. برای مثال درباره خبر جنگ 12 روزه اخیر حال و روز شما چطور بوده؟ چه راهکارهایی برای مقابله با ترس و استرسش داشتید؟ تجربه ها و روش های شخصی خودتون میتونه برای دیگران هم مفید باشه. پس حتما به اشتراک بذارید. اگه این ویدیو براتون مفید بود خوشحال میشم همین الان لایک کنید و کانالم رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی از دستتون نره. ممنونم که تا انتها همراه من بودید.